من یکی از مخلصان شما می باشم. من یک سوال دارم، نیم ساعت به نماز عصر ماندن نماز پیشین را خواندن درست است یا نه؟ یا اینکه نیم ساعت به نماز شام ماندن نماز عصر را خواندن درست است یا که نه؟ التماس با من ساده کرده فهمونید. درست است الحال چگونه که جواب گفتیم. یک سوال دیگر، در وقت نمازهای قضایی اذان میدهی یا که نیت میکنی و بعد اذان خفتن میکنی؟ چه خیلی است با ما فهمونید میبخشید. دارو برای ریش، موی سر، دارو برای پمیت، بیسپلود داولینی است برای گمروی استوب. آدمایی که سخن دیابت دارن برای نرمال کردن سخن دیابت، همچنین شامپو ها برای موها وظیف کردن، هم برای پیشگیری کردن که توش تو نریزه، برای خراب کردن است، برای فربی کردن است، سمیون میناکسیدیل است برای ریش و موی سر. همچنین برادرها بسیار داروها برای کیرمن هست. برادرها مراجعت کنین ان شاء الله هم حجامه بیپلش ماده میکنیم. همچنین آدمای گفتم که همینجا میان دارو میخرن، یک کتاب قرآن کریم و تجوید شما ده هدیه کرده میشود. سلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. یعنی در وقت نمازهای قضایی اذان گفتن آمدگی هست. ما شما وقت نماز قضایی را که خواهیم که خوانیم اذان میگوییم. اگر با شرطی که ما شما اراده کنیم که من 3 قضا یا 4 نماز قضا یا 5 نماز قضاهای پیشینه را میخوانم، این حالت در یک اذان گویید، دیگرش در قامت هم که گوییم کفایت میکنه. یا اگر همه اونها را به قامت هم که به قامت گفتن هم که خوانین، البته اجازت از درست است. یعنی در هر کدام او اذان دادن این شرط نیست. و بعد نماز خفتن گفتن ممکن. یعنی نماز قضا را هر حالت در خواندن گیرین جایز است. فقط همون حالت آفتاب برآمدن یا قیام یا آفتاب نشستن، این 3 حالت حالتهای مکروهی نماز است که در این 3 حالت اگر ما و شما نماز خوانیم با کراهیت صحیح می شود. از این خاطر دیگر در غیر این اگر بین عصر و شام هم که باشد شما می توانید که نمازهای قضایی تان خواندن گیرین باکی ندارد. این در مسئله های شریف هم آمدگی هست. از آن جمله در شرح الوقایه در کتاب صلاتم این موضوع گفتگی هست. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، از شما تنی صحت، عمر دراز، علمی بسیار از خدای تعالی طلبگارم. من از شما خواهش دارم که سوال مرا جواب دهید. بروک از پول دزدی آمدگی آن را پوشیدن نماز خواندن جایز است یا نه؟ میخواهم درست‌تر فهمانید. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى ثوبا ب10 دراهم وفي ثمنه درهم حرام لم يقبل الله صلاته ما دام عليه. پیغمبر خدا گفتند، یعنی این برادر سوال میدهد که اگر بروکی که ما و شما داریم، شین یا کرته یا جامه در بدن من هست، لیکن این از پول دزدی هست، از پول حرام است، آیا نماز با این گونه لباس ها صحیح می شود یا صحیح نمی شود؟ اولا باور کنید آدم ایماندار لباس دزدی را وقتی در بدن خود می پوشد وای خودش را چگونه تصور می کرده باشد؟ نخواد آدم مسلمان مال یک برادری را که با طریق دزدی از او گرفته است و در بدن خود پوشد و با این لباس دزدی خودش را خوش حس کند. آدم مسلمان دزد نمی شود. مسلمان که شد باید که وای دزد نباشد. مسلمان که شد باید وای حرامخور نباشد. از حرامهای پروردگار باید که دوری جوید، باید دور باشد. این آدم مسلمان میگویم. این حدیثی که الحال به شما خواندم حبیب خدا گفتند کسی که اگر یک لباس میخرد با 10 درهم باشد
و 1 درهم همین از حرام باشد، تا زمانی که این لباس در بدن اوست پروردگار نماز او را قبول نمی‌گرداند. لباسی که دزدی باشد، لباسی که از پول حرام باشد، پیغمبر خدا گفتند تو عبادتی که به سوی خدا میکنی، این عبادتی تو در بالای سر تو زده میشود، تا زمانی که لباسی تو از مال دزدی باشد. هیچگاه ممکن نیست، جایز نیست که در بدن ما و شما از لباسهای دزدی باشد، از لباسهایی که از پول حرام آمده باشد، ما و شما با او عبادت کنیم. زمانی که میدانیم که همین لباس از حرام است، این زمان اگر شما عبادت کنید، عبادتان در نزد خدا قدر و قیمت ندارد. چگونه انسانی که حرام خور است، حرام پوش است، حرام رفتار است، اون عبادت در نزد خدا قدر ندارد. انشاءالله من جمعه آینده در این باب حدیثهای خیلی زیادی هست، من به سمع شما میرسانم. تو ای صوفی که در بر میکنی دلق، کنه والاحتیاط از پاکی حلق. اگر حلقی کسی آلوده باشد، چگونه در معرفت پالوده باشد. اگر شخصی را که حلقی او آلوده از حرام است، بدنی که از لباس حرام پوشیده است، وای کدام زمان مولوی میگوید که وای خدا شناس به حساب میرود؟ وای خدا شناس نیست. سگی که در پلیدی میکند رو، نگر هر لقمه را میکند بو. او مثال حضرت سوال یک مثال آوردن که آخی این سگ است که هر گونه لقمه را بوی کشیدن میگیرد، خواه لقمه حرام است، خواه لقمه حلال است، خواه لقمه شبه انگیز است، برای او فرقی ندارد. تو که مسلمان هستی، تو را خداوند از حرام و از حلال خبر دادگی هست، این حلال است، این حرام است. باید مسلمان اینها را جدا کند. چرا تو بی توقف میزنی دست، دهن چون ماهی اندازی به هر شست. بخور قوتی که در معده شود آش، مخور آنی که رسوایی شود فاش. حضرت میگوید قوت خور، نان خور، لباس بپوش، که یقین دان که روز قیامت این خوردگی های تو در بین مردم اعلان می شود. اونجا رسواگی تو، اونجا عزت داشتنی تو همش آشکار می شود. تو کی هستی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی مرزا، از برادر شما 2 سوال است. از آن در بالای سر کودک موافق مسئله چخیل است؟ آیا پدر خودش از آن را گوید چخیل می شود؟ درست است؟ البته به البته. خوش به حال همون پدری که در گوش فرزند خودش از آن می گوید. خوش به حال همون فرزندی که، همون پدری که فرزندش را خودش تعلیم می دهد. خوش به حال همون پدری که وقتی این فرزند از دنیا گذشت وای با دست خودش وای می شوید. خوش به حال همون پدری که این فرزند از دنیا که گذشت خودش برده در لحد میگذارد. خوش به حال این پدر که امروز بعضی سوسته ها و بعضی گویم سخنهای بیهوده‌ای که از زبان مادرها و زنها صدا میدهد که وقتی فرزند ما و شما میگذرد پدر را نمیگذارند که قبرستان رود. برای چی؟ برای که باز مریش زیاد میشود. این ضعیف ایمانی ما و شما را نشان میدهد. مردن و نمردن همش این به تقدیر است، این به قضا است، این به حکم پروردگار است. تا اگر در خانه باقی مانی فرزند دیگری تو نمیمرد و میمرد وایشم. از این خاطر وقتی فرزند به دنیا که آمد مرحله ها دارد. یکم مرحله همین است که ما میشنویم که یک برادر ما صاحب فرزند شد. اولین سنت همین است که باید تبریک کنیم. ما و شما می رویم تبریک میکنیم، مبارک شود این نعمتی که خدا بر تو داد، و دست برداریم میگوییم خدای مهربان این فرزند مجاهد راه اسلام بگرداند، این خدمتگار راه اسلام بگرداند، خدا عمر نیکو نصیبش گرداند. گفته این دعا اولین سنتی که از ما و شما باید که با وقوع آید انا همین است. یکم تبریکات، دوم اذان.
کودکی از به دنیا آمد، در حال در نزد گوش او ما و شما اذان میگوییم. دیگر این تحنیک است، یعنی در کامک همون کودک مالیدن عسل یا مالیدن شیره خرما که برای پیستان مادرش گیرد. عزیزان ما و شما میگوید همین عمل را یک عالم، یک آدم پرهیزکار انجام دهد، اولین لقمه‌ای که در معده کودک می رود آب دهان او که باشد خصلت‌های نیک همون انسان خداوند به این طفل می دهد. دیگر چی گفتن پیغمبر؟ دیگر گفتن تراشیدن موی سر. موی سرش تا 7 روزگی الکی می تراشیم، موافق وزن همون موی سری که چند گرمی که می آید باید که طلا ما و شما صدقه کنیم. اگر شاید 1 گرم هم نیاید، شاید 1.5 گرم هم که بیاید، میپرسیم طلا چند است؟ شاید 30 سامان باشد، شاید 40 سامان باشد، اون مقدار در راه خدا خیر میکنیم. و آخران این عقیقه هست. اگر بچه باشد 2 گوسفند، دختر باشد 1 گوسفند ما و شما ذبح میکنیم. اگر خواهیم خام تلاش میکنیم، اگر خواهیم مردم نان میدهیم، یک پیشوامون آورده در اونجا موعظه میکنه. این سنت هایی هست که بعد آمدن این نعمت به دنیا، این فرزند ما و شما باید که انجام دهیم. این در ذمه هر یک پدر شرط است، فرض است. اگر نکردیم ما و شما گناهگار میشویم. دوم، بامداد را قضا خواندن ممکن است. البته اگر ما و شما خواب زدیم، سحر میخیزیم که آفتاب برآمد، بامداد قضا شد، این حالت هم سنت و هم فرض هر دوش ما و شما میخوانیم. نماز سر آفتاب 40 میخوانند. نماز سر آفتاب این اصلا نماز اشراق میگویند که وقتی که آفتاب که برآمد، حبیب خدا را عادتش همین بود که بامداد میخواندن، از جای همون مبارک دیگر نمیخیستند تا برآمدن آفتاب به ذکر مشغول میشدند. آفتاب که با پررگی که می برآمد میخیستند 2 رکعت نماز میخواندند. این نماز سر آفتاب میگویند. حتی حدیث های پیغمبر میگوید کسی که نماز سر آفتاب میخواند خدا با او ثواب 1 عمره و 1 حج کتابت میکند. کسی که اگر وقتهاش باشد، اگر از مسجد نابرآمده خوانین باز خوبتر، لیکن اگر از پی کارتان باشین، در یگان کارم مشغولم که شوین، آفتاب که برآمد این 2 رکعت نماز نافله است، اگر خوانین انشاءالله این ثواب شما برخوردار میشه. السلام علیکم ایشان حاجی مرزا، خداوند باز عزت شما را بلند گرداند و همین منبری که نشستید نصیب شما باشد و سخن حق از زبان شما صدا دهد. یکم، آیا دیگ را بعد مردن سفید کنید میگن 3 روز بعد چی معنا دارد؟ دوم، قصه خواندم که خداوند با عبدالله پدر جابیر به پرده سخن گفته باشد، آیا حقیقت دارد؟ یکم، دیگ را سفید کردن بعد مردن 3 روز بعد چه معنا دارد؟ اینا از اسلام نیستند. دیگ را سفید کردن چگونه ای که تا 3 روز از اسلام ما و شما هست که خاندار مرده، یعنی مرددار باید که در دیگش چیزی پخته نکند، باید همسایه ها برای این خاندان خوراک تهیه کنند و این خاندان را از غذا باید تأمین کنند. بعد 3 روز الکی این خاندار، یعنی همون مرددار، حق دارد که الکی یعنی دیگی خودش را در حرکت درآورد، یعنی طعامهاشون خودشان پختن گیرد. لیکن دیگ را سفید کردن اینا از اسلام ما نیست و این ضرورت هم ندارد. این هم باز یک در اسرافیات می درآید، در همون اسراف ها داخل می شود. من وقتی اسراف می گویم شما هزل نفهمید، این اسراف بسیار مشکل سخن است. وقتی من اسراف می گویم در این سخن ما جوابگر می شویم. جوابگر به معنایی که اگر همین سخن من صحیح نباشد، اگر همین سخن من نادرست باشد، من در نزد پروردگار جوابگر می شوم. زیرا این المبذرین کانوا اخوان الشیاطین است.
و کان شیطان لربه کفورا. کسی اسرافکار است و برادر شیطان است. و یقین دانین خداوند میگوید که شیطان در نزد من کافر است. شما رفیق کافر هستید. یعنی در ما و شما عادت است که روزی سیوم الکه شیر برنج میگویم ما و شما که در دیگ می اندازند و مردم باز دعوت میکنند، اونها میخورند، بعد این دیگ بر اهل خاندان حلال میشود. بسیار عقیده غلط است. بینید، یعنی رفتن پدر من مادر من الکه دیگ مرا خاندان مرا حرام میگردانیده است. تا اگر من شیر برنج نکنم، تا اگر این دیگ من سفید نکنم، این دیگ برای من حرام بوده است. این خودش سخن منطقاً خودش غلط است، بسیار نادرست است. اگر شخصی که نداشته باشد ما و شما را شیر برنج کند، ما و شما را دعوت کند، برای او انسان این دیگ ابدی حرام میمانده است. اینا غلط هستند. اختیارتان، کسی دارد شرایط دارد میکند نمیکند به وی وابستگی دارد. من هیچ دلیلی ندارم که شما را گویم که البته کنید. من برای شما فقط اینقدر توصیه میدهم که شرایطت باشد برای روحانیت پدر و مادرت خیر احسان کن. من در خیر احسان زید نیستم. در هر یک ورق قرآن، در هر یک سخنهای پروردگار و پیغمبر صدقات آمدگی هست. خیر احسان کسی مانع شده نمیتواند، لیکن برای شخصی که اگر شرایطش باشد، برای شخصی که دستش میرسد، برای این انسان خیر احسان جایز است. برای آدمی که نداشته باشد، پیغمبر خدا میگوید کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود. این قدر گناه برای شما کفایت کننده است که از حق فرزندها مردم شما سیر کنید. کفا بالمرء اثما، این حدیث صحیح است، در ریاض الصالحین است، در باب نفقه است. کفا بالمرء اثما، اسم گفته گناه را میگویم. برای شما ای مردم مسلمان از روی گناه بسنده است. چی بسنده است؟ ایضیع من یقود، ضایع کنین آن مقدار خوراکی را که برای فرزندهای شما جدا کردگی بود. یعنی شما حق فرزندتان اگر رحم نکرده به مردم که تقسیم کردید، شرایط نداشتید، مردم خورانیدید، سیر کردید، این برای شما از روی گناه بس است. این حدیث پیغمبرتون هست. و دوم که این برادر ذکر کردن که عبدالله پدر جابر بی پرده با پروردگار صحبت کرده باشد، این قصه را من خواندگی هستم. یکی از کتاب‌های انیس المؤمنین گفتگی که خیلی حکایه های خوب و صحیح در این کتاب جمع شدگی هست. میگوید بار عبدالله ابن جابر، عبدالله پدر جابر در غزوه احد دعا کرده بود است. وقتی به شهادت رسید، وقتی از دنیا که گذشت، رسول خدا جابر فرزند عبدالله را فریاد زد، گفت ای جابر، گفت من یک بشارت نیک برای تو خبر دهم. جابر گفتن جانم فدای تو بود ای پیغمبر، بشارت های تو بالای چشم من چی بشارت است؟ میگوید گفت هیچ کس را موفق نشد که با پروردگار بی پرده سخن گوید مگر پدر تو را عبدالله را، که پدر تو عبدالله بی پرده با پروردگار صحبت کرده. او چگونه ای حبیب خدا؟ گفت پدر تو پیش از آنی که در جنگ احد رود دعا کرد که پروردگارا مرا در این جنگ به شهادت برسان، بعد به شهادت رسانیدن باز مرا دوباره زنده گردان تا که آمده بین این مردم خبر دهم که پروردگار بسیار نعمتهای عجیب داشته است، بسیار نعمتهای گوناگون داشته است و عبدالله را از این نعمتهاش برخوردار کردند. حبیب خدا چی گفتند؟ آیتی را از قرآن خواندن که خداوند در قرآن گفته بود است که وقتی شما از دنیا گذشتید دیگر دویم باره به سوی این دنیا بازگشت نداره. میگوید پروردگار این سخن را به عبدالله گفت و گفت عبدالله این سخن برای تو هم تأثیر دارد. و میگوید عبدالله گفت پس چگونه به مردم اعلان کنیم که
عبدالله به این نعمتها سزاوار شد. خداوند گفته بود از عبدالله من در بین همه مردم اعلان میکنم که عبدالله وارد جنت شد. یعنی این سخن خداوند با حبیبش خبر داد که عبدالله بعد به شهادت رسیدن در احد وارد جنت شد، که پیغمبر خدا در بین همه صحابه ها این حکایه را نقل کردند. السلام اکی حاجی میرزا، من یک مخلص دائمی شما. یک گروه آدمان میگویند که اگر غسل کنی برای نماز طهارت ناکرده با همان غسل کرده نماز خوانی رواست. آیا این درست است یا نادرست؟ غسل وقتی ما و شما آبازی میکنیم، همین آبازی ما و شما کفایت کننده هست که اگر طهارت هم که نکنیم الله که خودش طهارت واقع شده است. یعنی همین آبازی که ما و شما کردیم خودش از طهارت هم واقع می شود. در دوام همین آبازی ما و شما دستها شستیم، پایها شستیم، سر روی شستیم، الله که خودش طهارت واقع شد. دیگر بعد این آبازی طهارت دویم باره حاجت نیست، لازم نیست. السلام علیکم اکی حاجی میرزا، یک سوال دارم. درباره علی شیر خدا با همه ما نقل میکردید. انشاءالله من بعد موضوع خمر، عرق، یک موضوع دیگه داریم به نام کبر، که آدمایی که تکبر هستند، کبر میکنن، اینها را چگونه هست در شریعت. بعد او خدا خواسته باشد درباره این چهاریار ما برای شما حکایه میکنم که ابوبکر کی بود، حضرت عمر کی بود، حضرت عثمان و علی کی بود. انشاءالله من برای شما خبر میدیم. و این علی شیر خدا گفته این کنیت حضرت علی هست که حبیب خدا را اسدالله میگفتند. اسد گفته عربها، شیر میگویند، یعنی شیر خدا گفته این کنیت حضرت علی بودند. و حبیب خدا گفتن ای علی، گفتن خداوند به تو 3 چیز را خاصه دادگی هست که به کسی دادگی نیست. گفتن چی هست ای حبیب خدا؟ گفتن یکم با دستور پروردگار من دختری خودم را فاطمه را در نکاح تو در آوردم. و دوم چیزی که من خداوند برای تو داده است این فاطمه سرداری رئیسی همه زنها در بهشت است. و دویم نعمتی که خاصه را دادگی هست پروردگار این امام حسن و امام حسین است که این رئیس جوانهای در جنت است. و سوم چیزی که خداوند بر تو داد این دامادی تو بر من است که من سید اولین آخرین هستم، که این فقط برای تو موفق است. از این دیگر بزرگتر چیز بلندتر نیست. گفتن انشاءالله من حیات و زنده و سلامت باشیم این مسئله را برای شما میگویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من 2 سوال دارم، میخواهم از زبان شیرین شما جواب گیرم. قضایی خواندن فرض است یا سنت؟ التماس خود همین روز جواب گردانید. دوم، در وقت نماز در پیش جای نماز چوب مانده گذاشتن چی معنا دارد؟ خدا یارتان با. نماز قضایی را خواندن نزد مذهب ابو حنیفه این واجب است. یعنی ما و شما هم قضایی هایی که از ما و شما بود نخواندیم، زمانهایی که شاید غفلت بود، بی پروایی بود، سختگیری ها بود، ترکشان که کردیم، باید در گردن هر کدام ما و شما واجب است که باید این ما و شما ادا کنیم. و دوم سوالی که کردن در پیش، یعنی فقهای ما و شما میگویند این ستره هست که وقتی نماز میخوانه ما و شما به قدر ذراعین میگوید صاحب مختصر، یعنی از 50 سانتی متر کمتر نباشد. و غلظ اصبعین با همین نر انگشتی که ما میگوییم با این با مقدار همین غوصتر باشد، باریک نباشد. تغرد حذاء احد حاجبی. و همین چگونه میگوید میگذاری؟ یعنی نزدیک میگذاری که از بینش کسی گذشته نتواند. و دیگر این که یا در طرف راست یا در طرف چپ، یعنی در مابین یکی از این ابروها
ابروانی که داریم ما و شما از این گذاشته شود. میگویم انا این از قاعده همون ستره. یعنی ما و شما وقتی اون بعضی ما و شما جاروب میمانند، تیاقهاشان میمانند، اینا از ستره حساب نه. کسی گذرد اگر گناهگار میشود باید راست باشد، خواباندگی نباشد. خواباندگی البته در خواباندگی شما گناهگار میشوید. میتوانید شما کرسی مانید، میتوانید شما بالشت ها را اگر تل کرده مانید، پرده باشد پرده ها هم ستره میشوند، دیوال باشد دیوال هم ستره میشود. لیکن خواباندگی نباشد که اینها از ستره حساب نمیشوند، شما و گذرانده گناهگار میشوید. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، داملای محترم. چند روز بعد سفر حاجیان سر می شود. از پیش یا پس اون نان کردن آیا در دین اسلام چی خبر آمده است؟ خیلی هر جایی که باشد، چه حاجیان می آیند چی می روند، حبیب خدا برای همه ما و شما گفتند ایتو دعوت اذا دعیتم. هر جایی که شما را دعوت کردن روین، جایی که دعوت تا نکردن قبول نکنید. برای آمدن حاجیان این در ما و شما علاقه هست، وجود دارد که آمدن برابر یک طبق نان میکنن، ما و شما را فریاد میزنن. همان روز که رفتیم نانشون که خوردیم، دعاشون که گرفتیم، دیگر دوم باره و سوم باره حاجی آمده است گفته دیگر اطراف خانه همون را اشغال کنیم. اینش علاقه بی‌ناموسی میشود. لازم نیست. رفتیم دعاش گرفتیم، نانش خوردیم، بس به همون دیگر خانه را ترکش کنیم. زیارتش در مسجد کردن میگیریم. مسجد که آمد همینجا زیارت کرده و هر روز دعاش گرفتن میگیریم. السلام علیکم داملای عزیز، من یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه هستم. التماس با سوالهای من جواب گردونید. 2-3 نفر دوست من نماز میخوانند ولی بعد خفتن عرق مینوشند. من با آنها میگویم که این کار شما نادرست است. التماس با این مسئله جواب درست دهید. ان شاء الله من جمعه آینده در باب این عرق نوش ها برای شما خبر میدهم. ان الله طیب لا یقبل الا طیبه. پروردگار شما پاک است، فقط عمل از پاکان قبول میکنه، از غیر پاکان عملشون قبول نمیکنه. خداوند در قرآن میگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمن ها نجات یافتند. کدام مؤمن ها؟ همون مؤمن هایی که در نماز خاشع باشند، شکست دل باشند، این یک تضرع داشته باشند. وقتی وای عرق نوشید وای در نماز خاشعش گم می شود. دوم، بعد کشیدن ناس دست رو میکنن، آیا این درست است؟ التماس من در نماز اشتراک دارم، انتظار جوابم. بعد کشیدن ناس یا بعد کشیدن سیگارت، اینها در ما و شما در البته طهارت دست رو میکنیم و مردم ما و شما هم به خود دلیل ها دارند در این باب که حرام بودن ناس و سیگارت. امروز کتاب های آمدگی هست که از کتاب های معاصر است، حاضر زمان است، از طرف شیخ های عرب در دست من هست که با چندین دلیل ها حرام بودن این اثبات کردن. از این خاطر مادامی که به این حرام کرده که وقتی دست میزنن طهارت کردنش نیکو گفتن، خوب گفتن. از این خاطر خوب است که اگر بعد ناس یا سیگارت کسایی که مثال استفاده میبرند طهارت کرده بعد نماز خوانند. لیکن باور کنین من حیرت میمانم که باز میگویم آدم مسلمان باید پاکیزه باشد. این ناس از ما و شما نیست. آخر کنی شما یگان حدیث آرین که آیا پیغمبری خدا از اینا استفاده میبرد؟ آیا یگان عزیزان ما و شما صاحب 4 مذهب کدام دوستی خدا ناس کش بود یا سیگارت کش بود؟ اینا از مردم مسلمان نیستند. وقتی دهانهای شما بوی میکند، بدنهای شما بوی میکند، ملائکه ها آزار میابند. این حدیث پیغمبری خداست. از این استفاده نبرین. ای بس شرمم هست، گناهگارم میشوید. اینم از اسراف است. پولهاتان در راه نادرست صرف میشود.
هیچ فایده ندارد، نه فایده دنیوی و نه فایده اخروی، هیچ فایده ندارد.